برادران خیلی عزیز و خواهرای خیلی گرامی، میپردازیم به چندین سوالهایی که در نزد من هست، برای شما جواب میگردانم. یکم سوال آمده است که بابای حاجی، دختر داشتن از پسر داشتن چی فرق دارد؟ بسیاری پدر و مادرها پسر داشتن میخواهند و به دختر اهمیت نمیتیند. برادران عزیز، خواهرای خیلی گرامی، حقیقتا سوال بسیار سوالی در کاری با گفت مردم عین مدعا. دختر داشتن از بچه داشتن چی فرق دارد؟ بسیاری از پدر و مادرها دختردار می شوند، ناراحتند، مصیبت زده‌اند، غضب آلودند، خجالتند. سبب در چیست؟ الای مهربان برادر است، خواهر است، کسی سوال داده است، اولا برکت یابید. اول من فرق اینها را گویم. فرق در ترکیب هست، ترکیب در جنس هست. مثلا خداوند جنسی زن از جنس مرد مقصد در بین اینها فرقها هست. جنسی زن ای جنسی مرد فرق میکنه. خب با شکل هامون بینید، یعنی در جنسی مرد الله مهربان گذاشته است چیزهایی را که در زن نداده است، در زن داده است، در مرد نداده است. یعنی باز یک بار دیگر میگم، فرق فقط در شکل و در جنس ما. بعضی خصوصیت هایی که مقصد زن دارد مرد ندارد، مرد دارد زن ندارد. لیکن فرقی که امروز مردم ما گذاشته است که بچه را از دختر بالا میدانیم، این دادران و خواهران عزیز ناسپاسی و ناشکری در عطیه خداوندی هست. حقیقتا این گپ بسیار جای خودش دارد. هرگاهی که اگر این صحبت من را گوش کننده کسی مبتلای همین باشد، اون کس درک میکند که ما یا کاری خطا کردیم یا گپ همین حاجی برای امروزه ما بسیار مهم است. برادران و خواهران عزیز، الله مهربان در سوره مبارکه شورا، ما هم سوره شعرا داریم هم سوره شورا داریم. در سوره شورا در آیت 50 الله مهربان میگه لله ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. صدق الله العظیم. برادران و خواهران عزیز، الله مهربان میگوید زمین و آسمان و هر چی بین زمین و آسمان هست همه ملک من است. یعنی مالک همه این الله میگوید من هستم. و الله مهربان از دیگر قدرت خود باز برای ما گوشزد میکند.
یخلق من یشاء. هر چیزی را که خواهم خلق میکنم، می آفرم. الله مهربان باز گوش زد میکند. اگر خواهم به شما دختر میتیم، اگر خواهم به شما بچه میتیم، اگر خواهم دختر و بچه برای شما نصیب میگردانم و در ارادم هست که زنهای شما را نازاینده بگردانم. و الله مهربان میگوید که من به همه چیز قادر هستم. از این آیت برادران عزیز ما درک کردیم که دختری که در خانه شما تولد می شده است، الله گفت که در او اراده من رفته است. یعنی من خواستم که برای تو دختر تیم، دختر دادم، اگرچه تو میخواستی که بچه شود. بسیاری نفرهایی هست که میخواهند که دختردار شوند، زیرا از بچه دارن. الان میگن وقتی من خواستم که برای تو بچه تیم، بچت میتم، اگرچه تو میخواستی دختر بیابی. برای بعضی از شما من هم دختر دادم هم بچه دادم و خاطراتون جمع شد. بعضی دیگرهاتون در آرزوی فرزند بودین و فرزنددار نشیدین و من شما را فرزنددار نکردم. اگرچند که شما تمام طبابت روی عالم گرفتین، ولی در مسئله آوردن فرزند عاجز آمدین. بله برادران عزیز و گرامی، به این آیت قرآن ما فهمیدیم که دادن دختر و دادن بچه همه ای نزد الله بوده است. یعنی اگر به این آیت قرآن ما اگر خوب اندیشه کنیم، کسانی که اکو در دختر و در بچه وقتی شما ناراحت میشین، وقتی که شما مقصد غضبناک میشین، غمگین میشین، شما دانین که در مقابل آن چیزی که الله خواسته است تو مقابل برآمدی. یعنی برادر عزیز و گرامی، بسیار یک گویم کار بسیار خطرناکی را، بسیار یک اندیشه خطرناکی را در خودت گذاشته که در آنچه الله میخواهد تو نمیخواهی. الله مهربان آیت های قرآن داریم، میگن بسیار چیزهایی هست که برای شما بسیار خوش است لیکن وای بد است. بسیار چیزهایی هست که برای تو بد میتابد لیکن الله میگه در او خوبی است، در او خیر است. و آن چیزی را که الله میداند بندش نمیداند. برادران عزیز و گرامی، هر کسی که اگر در آمدن دختر ناراحت بودی، غمگین بودی، حالکه دانستی که این در اختیار نه تو بوده است نه در اختیار زن تو بوده است. شاعر می گفت با اختیار حق نبود اختیار ما، آن چیزی را که الله اختیار کرد با اختیار ما کاری ندارد. با اختیار حق نبود اختیار ما، با نور آفتاب چی باشد شرار ما. یعنی با نور آفتاب، با همین مخلوق بزرگ الله، آیا از روی عقل است که ما با نور آفتاب جنگ کنیم؟ یعنی با آنچه که اراده الله رفته است، آن چیزی را که الله میخواهد، تو با اراده الله جنگ میکنی؟ جناب عبدالقادر بیدل میگو ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. ای گویم فعل ناز و نوز و این فعل مقصد قهر کردن و
این فعل ناراحت شدن هم پیش آچا و تد کن. این ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. پیش او الله مهربان ناراحت شدن، زن حقارت کردن یا خود ملامت کردن یا سرت در دیوال زدن، این ناز و نوز و این ناراحتی و ناشکری تا در پیش هم نفرهایی کن که و برداشت ایره دارند. ایره پیش الله مهربان جناب عبدالقادر بیدل میگن نکن که خداوند ناز بردار و شوخی بردار نیست. این آیت برادران عزیز برای کسی که اندکه شعور داشته باشد، وقتی دخترک که به دنیا آمد بگد الله مهربان من راضی هستم به آنچه که تو راضی هستی، به چیزی که تو راضی شدی، به چیزی که تو دادی من راضی و شکرگزاریش الله مهربان من به جا میارم و برای من توفیق عطا کن، برای من بین قوت عطا کن که من این دخترک نیک و خیر تربیت کنم.